خورم بس بازی کنیم ببینیم چجوری این مچش. خب آقا بریم مچ فاند شد، بریم دوستان. من پرو پلیر ترین گیمر این کره خاکی هم. مثلا ببین از تایتل ویدیو مشخصه. بگیر حال کن. هوا رو زدم. سلام انمی. بمیر. نزن من میزنم. چی فکر کردی آقای محترم؟ چی فکر کردی میزنیم؟ ما تیممون جلوه میزنیم. نگاه الان اینو میزنم. میزنم. ببین من خیلی خفنم. الان برمیگردم کامبک میزنم. گانش کنم نبود و یعنی من سوپر پلیرم. چی فکر کردی؟ خب یاره ببین دیدی من پولو پلیرم دادا. نکن آقا اچ پی یکم مونده. من واقعا پلیر خوبم تو دوئل های هوایی و زمانی. بریم به ادامه ویدیو برسیم. برو داشتیم و انیمی نه ولش کن. برو نکن الان حالیش میکنم. میدونم انیمی اینجا هست. من خودم ثابت میکنم. اومدیم ببریم داداش. چرا اونا یکی جو ولش کن. ما تو میریم میزنیم. یه لحظه فکر کنم انیمی اونجوری. وای نت ایران بود آجی. به خدا من زدم نت ایران خرابش کرد. به خدا نت ایران خرابش کرد. بریم چه چالش نداریم. من بهترین پلیر کره خاکی ام. الان میبریم این مچو با لطف من. فقط همه کیلا کار منه بچه‌ها. نگران نباشین. نگاه ای بابا نکن بچه‌ها. من خیلی دمیج کار من اس ام جی این بچه بازیه. بقیه‌اش الان میرم ببین چیکار میکنم. بریم یه مچ دیگه. این دیگه من پرو پلیریمو نشون میدم. همه بفهمن من گنگ اصلی ام. ایوه بریم. نیاز نیست که نباید تو کاکا. خب ببین شاتگان من شاتگان پلیرم. داشت کال آف دیوتی پلی میدم. الان ناکن میخوام نشونتون بدم بهترین پلیر دنیا که موومنت ها رو ناکن. داشت تو موومنت رو داری دیگه. نه ناکن بچه باگ بازی بود. باور کن ناکن بازی 9-0 جلوه داشت. ما میبریم دیگه. داشت اصلا راه باخت دوره این بازی. حاجی دیگه چی انمی بود. این از این نواس یه شات دوست نه ناکن این دفعه دیگه من دهن همتون سرویس میکنم. از این ور میرم میدونم کجا کم میکنه. ناکن حال کن. نه میزنم. چی شد؟ چرا توش شد؟ ببین من میدونم کجا. امیر دیدین من زدمش. فقط من موردم تا این یورو. اومد دوباره من خب معلومه وقتی حواسم نباشه گان خودشو بردم بهش بگم. ببین داشت من خفن ترین پلیر این جماعتم. فکر کردی کی هستی که بگم بیلت رو میکنی؟ الان میام اونجا از میودین دورت میکنم. عجب اینجا نبود. چلو بس پیداش میکنم. من با یارم میرم که خفنشم. واسه یارو ایفکی بود. یارو بات بود. نه ایفکی بود. نتش ایرانی بود. آقای تمتیمی داری کجا میری؟ بخیر ما میریم دنبالش دیو. مگه چقدر میتونی تو افغانستان زنده بمونی؟ میریم اینجا 20 ثانیه مونده. من یارو رو پیدا میکنم پارش میکنم. از اطور محترم خوشمندم. هر شات خفنی که زدم یا اصلا شات زدم یارو مرده رو اینجا آخر ویدیو بذاره تا من خفن جلوه داده بشم و بگیم منم خفنم. مرگمو لطفا نذار. با تشکر از ادیتور مهربون. ببین دوباره میذارم. داداش چه جوری منو زدی؟ البته ما بردیم ولی چه جوری منو زدی؟ خب بچه من نمیدونم راست چندم شدم بازم و ان شاءالله که راست بهمون بالا بود. بریم برای مچ من شد دوباره. دوستان به ایران خوش اومدین. آنتن داره میپره. من دارم ساعت تقریبا 12:30 اینو رکورد میکنم فکر کنم. آره امیدوارم که موقعی که به دستتون میرسه شما نتتون خوب باشین گیم پلی رو ببینیم و بخندیم. نگاه پولو پلیرم. این درش علکی بود ببخشید. اومدم سراغت. یه داریم میگیم بیرون. بریم در بیالم میریم سی بسی. داداش زیاد نیستین به نظرتون گله حرکت میکنین. گرگ این شما این چی شما عوضی؟ بمیر زدمش. یوگوس زدمش. میرم این نیچم میگیرم. الان میگیرم بچه ناکن. آقا این دیگه چیته. آقا این چیته. یعنی چی؟ یه چیتر منو زده. آقا تو شما شاید باش. ای آخرش خیالم بچه بخش مثلا تو پایین برزگوی در میارم دلقک. خب آقا ایو گرفتیم. دوباره اومد رفیقش آورد. این همه صدامش که نمیره. زندگیو بگو. دیدم تو لحظه‌ای که اپو باز کردم. دیدم تو لحظه‌ای که این گل رو برداشتم. دیدم تو لحظه‌ای که باید برای این مقام میجنگم. دیدم تو لحظه‌ای که تصمیم گرفتم
یوتیوبرشم آپارات استریم همون میذارم دیگه. چه کاری میرم آپارات برمیگردم با آپارات دیگه. ببین دیگه داستان دیگه ایران دانلود کردی مجبوری نسخه متفرقه ایران رو دانلود کنی برای زنده مونده. بریم ببینیم ادامهش چی میشه دیگه. ایران رو اگه آپلود کردیم دانلود کنیم میدم. الان چی خودم نمیدونم، گفتم فقط میدونم که گفتم. کامنت های ویدیو رو قرار ببندم به نظرم یکم بیشتر طول بکشه کامنتاشو میبندم. نمیزنم به نمیزنم به اچ پی پر میشه میام میزنم. ایران ندید چی بگم، از ایران هم شانس آوردی. من صحبت نمیکنم خود نگاه کن. باری کلو زدم یس. دهنمون گویدن سویدی چیه خدا به